آره پررو. خیلی حرف زیادی میزدم، می‌خواستم بزنم تو دهنش. آجی آره با چی میگی؟ یه سوال ازت دارم، میشه جوابم بدی؟ چی داداشمه؟ باشه من بعدم باهات صحبت میکنم. خدافظ. چی میگی؟ آجی میشه بگی ما از کجا اومدیم؟ چوز الف بچه رو نگاه کن. چه میدونم از کجا اومدیم، ولی میدونم تو از کجا اومدی. از کجا اومدم؟ از وحشی اومدی تو. واقعا برات متاسفم، منطقی جواب داداشت ندادی. یادم نمیره. مامان جونم عزیزم جانم. یه سوالی خواب و خوراک ازم گرفته، میشه بگی ما انسان از کجا اومدیم؟ ببین عزیزم خیلی موضوع پیچیده ایه. هنوز کسی قطعا نفهمیدی که ما چطور به وجود اومدیم، ولی خیلی میگن ما از میمون تکامل پیدا کردیم. یعنی ما اول میمون بودیم، بعد تکامل پیدا کردیم شدیم انسان.